امروز میخوایم در مورد داستان عیسی صحبت کنیم. میتونید مراجعه کنید به اول قرنتیان بخش 15 آیه 1 تا 4 رو الان ویدیو رو پوز کنید و برید مطالعه کنید. خب حالا پیشنهاد ما این تصویر رو براتون توضیح میدیم. انسان در ابتدا در پیشگاه خداوند بود، از همه جلال خداوند استفاده میکرد. بعد از اشتباه بزرگی که انجام داد، نافرمانی کرد، به زمینی پا گذاشت که تحت سلطه شیطان بود. در اینجا در جستجوی خوشبختی و آرامش بود. 3 راه رو انتخاب کرد و رفت، ولی در هیچ کدام از اونها آرامش رو به دست نمی‌آورد. اون راه ها یکیش مواد مخدر بود، مشروبات الکلی بود، روابط جنسی نامشروع بود و همینطور ادیان رو هم جستجو کرد، اما باز هم آرامش و خوشبختی که در اونجا داشت نتونست به دست بیاره. حالا پیشنهاد ما کجاست؟ جایی که مسیح وجود داره. مسیح به خاطر گناهان بشر روی صلیب رفت و بعد از 3 روز که به دنیای مردگان رفت برگشت و راه خودش رو برای ما گذاشت. اگر ما این راه رو انتخاب کنیم، به طور حتم به همون سرزمین و همون جایی که قبلا در پیشگاه خداوند بود برخواهیم گشت. حالا انتخاب خود شماست که کدوم رو میخواید انتخاب کنید. هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید با خودتونه.